زمانی که یاد بگیرید چگونه ارتعاش درستی داشته باشید، همه چیز مثل جادو عمل میکنه. آلبرت انیشتین گفته که همه چیز از انرژیه. آیا منظور او یعنی همه چیزایی که در اطراف ما هستش؟ چگونه ممکنه تمام اشیا از انرژی باشن و چیزایی که ما میبینیم؟ این که بدونیم همه چیز از انرژی هست چه کمکی به ما میکنه؟ آیا با دونستن این راز تأثیر فیزیکی در زندگی ما داره و میتونه شرایطمون رو تغییر بده؟ و این تغییر چطور امکان پذیر هستش؟ این راز چطور میتونه یک انسان معمولی رو به یک ابر انسان تبدیل کنه؟ به مدار ثروت خوش اومدید. امروز چند دقیقه‌ای با ما باشید تا پاسخ این سوالات را پیدا کنید و چیزهای بیشتری در مورد انرژی و ارتعاش یاد بگیرید. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو این کانال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را حتما بزنید. گمان نکنید که رازی که امروز با شما در میان میگذاریم پیش پا افتاده است. طبق قانون فیزیک دنیا از انرژی و ارتعاش ساخته شده و اگر مطالعاتی در علم شیمی داشته باشید میدونید که اتم جزء ساختار تشکیل دهنده همه چیز است و اتم ها در حال حرکت هستند. پس همه چیز از انرژی است و ما در جهانی پر از ارتعاش هستیم. ما توانایی ارسال انرژی و ارتعاش را داریم. یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی شما اینه که درک کنید که چگونه به عنوان موجودی انرژی دار در دنیایی که همه چیز از انرژی و ارتعاش است زندگی کنید. پس هر کلامی که به زبان میارید و هر کاری که انجام میدید، از ساده ترین کار گرفته مثل نفس کشیدن، راه رفتن، غذا خوردن، همه چیز به انرژی نیاز دارن. پس تفکری که شما دارید و احساسی که از خودتون ساطع میکنید باعث میشه که تجربیات شما را شکل بدن و روی جهان شما و پیرامون شما تاثیرگذار هستن. پس شما با تسلط بر ارتعاشاتتون میتونید قفل بر مکانهای بیپایان را باز کنید. خودتون رو انتقال دهنده انرژی بدونید. شما همواره در حال ارسال ارتعاش هستید و شما را به جهان هستی معرفی میکند. این ارتعاش ها و سیگنال ها میتونه رویکرد و اتفاقات جدید رو به زندگی شما بیارن و جذب کنن. اگر شما انرژی خشم و ناامیدی را ساطع کنید، اون وقت واقعیت فیزیکی شما همونها را جذب میکنه. شما به سمت چیزی کشیده میشید که ذهن شما و باورهای شما و هم ارتعاشتون با اونها همسو هستید. پس اگر فراوانی ثروت و سلامتی رو در خودتون میبینید، دقیقاً تبدیل به همون چیزی میشید که فکرش رو میکنید و ثروت و فراوانی رو به زندگی خودتون میارید. زمانی که شما درک کنید ارتعاشات شما چیزایی مثل خودش رو جذب میکنه، برای شما محرز میشه که اگر خواهان تجربه بهتری توی زندگیتون هستید، باید سیگنال های خودتون رو تغییر بدید. برای تغییر سیگنالاتون و ارتعاشاتتون کافیه هر وقت فکر منفی اومد به ذهنتون، اون رو به مثبت و خوب تغییر بدید و در ذهنتون اون رو مجسم کنید. این رو بدونید شما قدرتمندترین کسی هستید که فکرش رو میکنید و قطعا افکار شما خیلی تاثیرگذار هستند در تعیین مسیر زندگی شما و همینطور شما مثل یک آهنربا میتونید عمل بکنید. پس خالق زندگی شما خودتون هستید با توجه به چیزایی که در مغز شما میگذرد. شما با درک این حقیقت میتونید آگاهانه انرژی، افکار و احساساتون رو به سمت چیزی که میخواید هدایت کنید. انرژی، افکار و احساساتون رو تحت کنترل خودتون در بیارید تا واقعیت‌ها رو بسازید و به آنها شکل بدید. افکار و احساس شما سنگ بنای واقعیت شما هستند. افکار و احساس شما بذرهایی هستند که آینده شما رو متجلی میکنند. این رو بدونید توجه شما به هر چیزی اون رو وارد زندگی شما میکنه و اگر فکر میکنید منفی هستید، وقت خودتون رو با افراد مثبت اندیش سپری کنید و در فعالیت‌های شادی بخش شرکت کنید. برای محافظت از انرژی و افکارتون میتونید چارچوب‌هایی برای خودتون مشخص کنید. از موقعیت‌های منفی دوری کنید، در مکان‌های ارتعاش پایین رفت و آمد نکنید و جهان هستی همواره در خدمت شماست که وقتی با ارتعاش‌های شما هماهنگ بشه قطعاً به اون پاسخ میده و همون رو به زندگی شما میاره. پس بدونید شما انرژی هستید که میتونه واقعیت خودش را خلق کنه. جهان هستی مشتاقانه منتظر ارتعاشات شماست. پس باید آگاهانه مواظب به ورودی‌های خودتون باشید. لطفاً نظرات و تجربیات خودتون رو با من در میون بگذارید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده